ناراحت میشم در همه وقت که اگر ترازی عدالت ویران شده باشد نسبت من، نسبت خویشم، نسبت دیگر آدمان، نسبت دوستان، نسبت بیگانگان ترازی عدالت اگر ویران شده باشد دیسید ناراحت میشم. تلویزیون نشان دهد که فلان جانب فلان کسی کشته شده میخواد گوید اگر ناراحت میشم. اگر کسی داد زنه به من ناراحت میشم. از بعضی دشواری های حیات بعضا ناراحت میشم، ولی همیشه خودم را با مقال همش میگذرد تسلا میدهم. دیدی که در نگین اسکندر چی نوشته بود، دیدم نوشته بود که این هم میگذرد. Когда нету денег, когда нету удовлетворения в жизни, у людей начинается дискомфорт. فهمیدین من نشون دادن که از روسیه بچه‌ها را با کدام فند فریب خطی گرفتن سوریا بردیان. وقتی یاش ما بودیم آدم مادر حقارت کردن، مادر دشنام کردن. پرابلم کلام میگیم. حاضر این یک مانند سلام. اوچتا این، باید این، اینتا این. من уже تصور کنید که روشون میگن دیگراداسیا ناسی. نه کجایی دیگه. آهو. اون قدیل تامیر انجام آمده. راستیگر بگویم همین پرابلم هایی که وابسته فرزندان من است. اگر نو با یگان پرابلم های اویلوی یا که سلامتیشون قطعی که باشد این زیادتر من با تشویش می اندازد نظر به اونه که یگان چیزی که وابسته خود من است. جنب الجمع این به طرفی مردم، به رحمی مردم، مثلا وضعیت سیاسی در تمام دنیا اینا هم البته من با تشویش میبرم. یگان دختر که جنگ باشه یگان دل خمیر انجونه یگان گفی بزه میگه سخت میرسه. ناراحت شدن من همین اگر در کوچه باشم همین مردم بینو که تراتب دارن، خونگانی دارن، به ترتیبی دارن و آن ناراحت باشم. اگر در نقلیات باشم سیگارت کشن، آوازی بلند نقلیاتش بلند باشد و موزیکش اون وقتا ناراحت باشم.